هارون رشید پسری داشت، بسیار پسری با تقوا و با ایمان و با حیا و با عزت بود. خداوند چنان او را این بچه را عزت و آبرو و شرف و علم و حلم و تقوا و بردباری داده بود که از دسترخوان هارون رشید نان نمیخورد، دسترخوان پدرش. چون میگو این دسترخوان خلافت است، دسترخوان است که ممکن است که حق مردم در این دسترخوان باشد. فقط این بچه بسیار تقوای عظیم داشت. هارون رشید خودش خلیفه اسلام بود، یکی از خلیفه های اسلام است، لیکن بچه را خدا تقوا داده بود که از دسترخوان پدر نان نمیخورد. خودش مهنت میکرد، یک لوبی میخورد، نخوت میخورد، دیگر پروای خوردن نداشت. عبادت ده چند است چند. چندین بار در مجلس های کلان هارون رشید اشتراک کرد در لباس های دریدگی. پدر امیر المومنین است، بچه جلک های دریدگی دارد، سله های چیرکین و نمیدانم موی سری جولیده و بپروایانه زندگی میکند. هر وقت که مجلسگاهی هارون رشید می آمد بچهش، وزیرها با هم فچر چیزی میگویند. چی میگن؟ میگن که بچه پدرش امیر المومنین است، لیکن بچهش به احوال. این بچه بدبخت آبروی همه پدرم ریزانده است، آبروی مادرم، مقصد کم بغلانه زندگی میکنه، در حالتی که پدرش باز میگم که امیر های. چندین بار همین منوال هارون رشید هم زیرک بود بسیار. خودش میدید که وزیرها هر وقت این بچهش که میدرآمد مجلسگاه، وزیرها فچر میکردن. آخران مراتبه در منبر نشسته بود که مجلسی عمومی بود، همه وزیرها جمع شدگی، بچه هارون رشید درآمد با همون لباسهای جیدنی دریدگی و سله طرفه ماندگی و چیرکینک، همه خیلی درآمد در اوج شیش. حالا که عالم است، بسیار علمی خوب دارد، تقوای خوب داشت، اما شیش وزیرها با فچر کردن. وزیر عاقلی داشت. هارون رشید گوی مردکو بسته چی سیر است، گفت که هر وقت بچه ما در این مجلسگاه میدره شما فچر میکنید، مردک باشه مردک باری گپ زنه. گفت چرا؟ گفت فچر میکنید در محفل مجلس معرکه وقتی بین مردم اشتگیه دو کس گوش به گوش نکند. پیغمبر خدا لعنت کرد دو کسی که گوش به گوش میکنه، چون گمانی مردم به خودش باب میکنن. این مردم البته را به خود گمان میکنن که چی میگن این مردم، دو کس میشن فچر رنگ زنک باری، کاری بده است. بنابراین رسول الله گفتن در محفل و معرکه میشه هرگز گوشکی نکنه. گپ پنهانی شخصی داره بیرون از این محفل بره گپ زنه. در این محفل چی گوشکی نکنه که هوش مردم به خدا پریشان میکنه. مردم نسبت به شما گمانی بد میکنه که ما میگم مرا چی گوشه، نورالله میگه مرا چی گوشه، این میگه مرا چی گوشه. گوشکی حرام است در بین مردم محفلش. این هارون رشید دید که همه خیلی میکردن. با وزیرش گفت که یا امیر المومنین اگر اجازت باشه ما همین سیر منگوییم. گفت بگوی چی گفت است؟ ایلا گفت شلاق میخوره. گفتن که همین بچه شما هر بار که به همین لباسو میدونه، به همین افت اندام میدونه، ما ایزا میکشیم، میگیم که آبروی شما را این بچه میردونه. چندین بار شب گفتیم که پا گوش نمیکنن. چرا شما امیر المومنین بچه را اگون جلن که پادشاهی باید شاهانه باشه، چون بچه امیر المومنین است سله خوب یکی. گفت همینه فچر. گفت بچه را خیزم. گفت خیز جان. بدبخت گفت نگفتم که چند بار که لباسای خوبتر پوش به مجلس میاد. چرا؟ گفت این لباسای بد پوشیدی، بیزه پوشیدی، مردم این وزیرا علاکه تر ایراد گرفتن. گفت من نمیگم یا امیر المومنین. بچهش گفت پدر جان اجازت میتی که من گپ زنم؟ گفت بگو. بلند شد بچه کیاش از جاش خیست، دستا را پیش بر گرفت. گفت اول بخشش میخوام پدر جان. گفت شما پدری برای من، در برابر امیر المومنین بدانت پدری گفت در من خواهش میکنم. گفت ای اسب کیبر فرا. گفت پدرش گفت خواهش میکنم. گفت از اسب تکبر فرا. گفت پدر جان اگر لباس های دریدگی بچت گفت، اگر لباس های چیرکینی بچت گفت، تو در پیش می 4-5 وزیری چاپلوسی خوابزن گفت اگر به قدر به آبرود کنه، گفت تکبری تو غروری تو، گفت
مرا در پیش جمیع این ملائکه ها گفت به آبرو میکند. زیرا روز قیامت پروردگار مرا در همه بین مردم میخیزاند، میگه که بچه ها رو نرسید، ما ترا علم دادیم، ما ترا حلم دادیم، بردباری داده بودیم، تقوا داده بودیم، آبرو و شرف داده بودیم، چرا پدرت نصیحت نکردی از اسب تکبر نفراوردی؟ من چی میگم در پیشگاه خدا؟ بنابراین لحاظ حاضرم سری وقت از اسب تکبر فرا. این منبره که تا در بالاش میشینی و پیش از چندین امیرها ششته بودن، لیکن میدانی که او امیرها چی میگفتن؟ اقبال میگه آن امیران امیری کرده‌اند، در امیری هم فقیری کرده‌اند. عمر ابن خطاب رضی الله عنه امیر المؤمنین بود، دو امپریه بزرگ بینیش در خاک خون مالیدگی بود، قیصر و کسرا، روم و ایران به خاک خون یکسان کرد، جامش 17 تا یماق داشت. این را میدونی گفت پدر جان گفت آن امیران امیری کردند، در امیری هم فقیری کردند. فقیر بود. وقت امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی الله عنه نامه کرد به پاپ امروزه اسرائیل فلسطین، امروزه مسجد قدس، وقتی کافرها گرفته بودن یهودیا مسجد قدس، در زمان خلافت عمر ابن خطاب حضرت عمر نامه کرد که بره بگه که به خوبی مسجد در دست مسلمانان بود، داخلش صخره مشرفه سنگ معلق، به خوبی گفت اگر نمیتیم گفت من لشکری اسلام روانه میکنم که سرش در فلسطین ای اخیرش در مدینه، میخواهم که همیشه چپگردانشون کنم، اگر نخواهم با خوبی مسجد کلیش دستی مسلمانان سپارم. یه نماینده آمد نامه را داد، پاپی مسیح همین یهودی ها خیلی سمت نگاه کرد، گفت کی باید بگیره این مسجد از دست ما؟ گفت که من نماینده امیر المؤمنین هستم. گفت که تو نمیتونی گرفته. گفت ما گفت در تورات، در انجیل، در زبور نظرمان افتیدگی است که مسجد قدس از دست یهودی ها کسی میگیره که جامش 17 تا یماق داره، انمو میتونه بگیره، تو نمیتونی. گوش داریم اینا رفتن حضرت عمر را گفت که خیلی گفت، حضرت عمر گفت خودم میرم نباشم. 3 کس را حکی شدن، حضرت عمر خودشون، غلامشون، شاگردشون، شاگرد غلامی آزاد کردن و شترشون. 3 کس. عمر عادل بود، مصلحت همین شد که یک چند کیلومتر راه از مدینه تا مدینه منوره تا فلسطین امروزه ممکن 800,000 کیلومتر راه است. مصلحت همین شد که یک 2 کیلومتر بالای شتر من سوار میشم، لجام شتر تو میقپی. غلامشان گفت با ما میفرام، تو در بالای شتر سوار میشی 2 کیلومتر با ما لجام شتر میقپم. عمر با 2 کیلومتر یا شتر خالی میبریم که هیچ کمان سوار نمیشیم، شتر هم دم میگیرد. همین خیل راحتی کشیدن. وقتی آمدم 2 کیلومتر عمر ابن خطاب رضی الله عنه سوار میشه، حضرت میفرماد غلامشان سوار میشه، میفرمادن 2 کس پیاده میرفتن با شتر خالی میبردن 2 کیلومتر. همیشه آمدن مرز فلسطین در آمدن، قدرت الهی خیلی شد که نوبتی غلام بالای شتر سوار شدن شد، حالی که در این شهر فلسطین درآید. با غلام گفت که امیر المؤمنین عمر جان گفت اگر نوبتی منم که باشه سوار شدن، گفت ما رسیدیم که مسجد میداریم، ولی یهودی ها میبینن چی میگن؟ میگن عمر خودش لجام شتر قبل غلامش در بالای شتر است. این حالت سیاست از بین میره و گفت بیاید من حق خود در شما میبخشم، منش نوبتی منم که باشه شما در بالای شتر سوار شدید، من لجام شتر میقبلم. حضرت جی گفتن بچه جان مرا عمر عادل میگم، من در عدالت خودم جواب باید تیم گفت. من فرق نداره که این مردم مرا چه خیلی میبینن چه خیلی میخواهن، من باید عدالت خودم چی رعایت کنم. نوبت تو باید سوار شد. سوار شد غلام. حضرت عمر همو لجام قبیله رفتن در آمدن، خبر به پاپ یهودی ها رفت. گفتن عمر ابن خطاب آمده ایستاده است. پاپی
یهودی ها برآمد هم بلندی صخره تا نگاه کرد، مسجد قدس بلند ای تا نگاه کرد که عمر ابن خطاب لجام در دست ای غلام در بالای شتر شدگی ای. بعد نگاه کرد گفت کی عمر کدامیته؟ گفت منم. گفت پس این کیه؟ گفت در بالای شتر. گفت غلامم. یا امیر المؤمنین گفت چی سیره؟ گفت که شما گفت لجامداری غلامی. گفت عدلی منی، عدالتی منی، ایمانی منی، غیرتی منی، شجاعتی منی. گفت که سیر همی را بیان کن. گفت ما مصلحت کردیم در حال که همی خیلی میریم دم گرفته بنابراین نوبت همیشه نوبت استفاده بود. من نوبتی را نگرفتم، نباشم خواهش کردم با در نوبت من سوار شم، لیکن من نوبتی را چی؟ حقوقی را پایمال نکردم، حق شای سوار شم. بعد گفت که حاضی برای چی آمده؟ گفت خواهش میکنم به جنگ و به جنجال مسجد بتکلی جنگ. گفت بله. گفت ما هم گفت در تورات و انجیل و زبور ما خواندیم که همین مسجد قدس ایده ما شما باید بگیره. گفت نگاه میکنم همون جمعه که 17 یماق داره در تنتای همون شخصی این کلیتی. گفت مسجد اقصا. گفت اقوار دیدی؟ به این خاطر خداوند چه گفت اگر شما مرا در محفل یاد کنه که محفل های خدا معرکات را با خدا گذرانه، با شیطان نه. بچه زن میتی، دختر شو میتی، خدایی میکنی، هر کاری که میکنی با الله بکن، با بهترین رفیقی که مرگ و زندگی در اختیار او است، با اون معرکه و محفل تا بگذران. اون است که محفل را قبول میکند، اون است که در عوض محفل را ثواب میتید، خیر یا شر. بنابراین الله در محفل پیش از همه که همه را دعوت میکنی، اول یک تا دعوتنامه خاص برای الله فرستان. الله در محفل دعوت بکن. ما این روزها در محفل ها برادرای از این محفل میکنیم ختم قرآن. همین است دعوتنامه الله. کدام مسلمان معرکش به ختم قرآن میشود؟ درست وقتی ختم قرآن میکنیم الله فریاد میزنیم، معرکه ما ختم قرآن، تلاوت، احسان، همه خرسند، خدا خرسند، پیغمبر خرسند، ارواح خرسند، همه خوب. فرداش چی میشود؟ فردا با شیطان دعوت میکنیم. عجیب چه بنده هستید، هم الله میخوای خرسند بکنی هم شیطان. نامردی است. وقتی الله پادشاه رب العالمین است او را میبیاری، در برابر الله شیطان نبیار که دشمن خدا است. همه خیر و خوبی ها در آب میپرتایی، همه خیر خوبی های کردی، ختم های قرآنی که شد، تلاوت هایش، صرف و خرج و خوردن و نوشیدن و هر چیزی که کردی همین روز فردا چی؟ با مجرد اومدن شیطان همش در آب میپرتایی، فایده نداره. دیدی؟ به این خاطر این طرف و این طرف نپربنده. مسلمان باش از تصدیق جانی، نه اقرار است و این نوکی زبانی. مسلمانی نوکی زبانی نشو، مسلمانی واقعی شو. اطاعت از یک کس کن، یا الله بندگی کن یا شیطان بندگی کن. ایسو نپر. وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. بخاری از ابو موسی اشعری روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود: کسی که خدا را یاد مینماید و نام خدا را بر زبان دارد و کسی که خدا را فراموش نموده و ذکر خدا را بر زبان ندارد مانند انسان زنده و انسان مرده است. هر کسی الله یاد کند گویا او زنده است. هر کسی که الله از زبانش رفت، انسانی که الله فراموش کرد، این مردگی است. در حساب چی است؟ مرده است. یعنی یک انسانی که اطاعت رب نکنه نگوید که من زنده هم. زندگی مقصود بهر بندگی است. زندگی به بندگی
شرمندگی است. زندگی برای بندگی از زندگی من و شما. اگر زندگی یاد الله و یاد مرگ و یاد زنده شدن دوباره را نداشته باشد چی؟ دیگر هم مردن بهتر است. من وعده کرده بودم که معدن حال یک ورقه هست همون را میخونم، وقت من کمم که باشد انشاءالله تست میخونم یا باشد.